خیلی وقتا تو زندگیامون دچار سری آسیب‌ها هستیم، خسته میشیم، کم میاریم، به هم میریزیم. احساس میکنیم تلاشمون جواب نمیده. احساس میکنیم هر کاری میکنیم طرفمون متوجه نمیشه. بچه‌مون، همسرمون گیر کردیم. حرف آخرم رو میخوام به شما بگم با یه هدیه. سوره زاریات آیه 22. بسم الله الرحمن الرحیم و فی السماء رزقکم و ما توعدون. و در آسمان روزی شماست و هر چه وعده کردیم. از امشب هر کاری میکنی به عشق آسمان. زمین لیاقت جبران ندارد، زمین توان جبران ندارد، زمین حتی سلیقه جبران ندارد، خسته‌مون میکنه. هر کاری میکنه به عشق آسمان. آسمان میبیند، آسمان مینویسد و آسمان جبران میکند. یه قاب تو خونه بردارید، روش نوشته باشه السلام علیک یا فاطمه الزهرا. به بچه‌هام یاد بدید، مخصوصا بچه‌های الان که میگن چرا کار کنم. بعد گوشه اتاق بچسبونید، بعد خانوادگی نیت کنید، آقا خانوم با بچه‌ها بگید یا فاطمه زهرا خانم جان شما حرم نداری، از امشب خونه ما حرم شماست، خونه تو حرم از زهرا. جارو میکشی به عشق حرم، ظرف میشوری به عشق حرم، کار میکنی به عشق حرم. تو حرم کسی قر نمیزنه، تو حرم کسی خسته نمیشه، تو حرم کسی انتظار و تشکر نداره. یکی هست که حواسش هست، کارتو بکن. تو حرم کسی منت نمیذاره، او که بعد ببیند میبیند، جبران میکند. این میشه هنر آسمانی زندگی کردن.